کارل لندشتاینر، مردی که خون انسان را شناخت و نوبل ایمونولوژی گرفت. اوایل قرن 20 انتقال خون بسیار خطرناک بود. ناسازگاری خون باعث واکنش‌های شدید و مرگ بیماران می‌شد. پزشکی نیازمند راه حلی ایمن بود. لندشتاینر، پزشک و محقق اتریشی، آزمایش‌های فراوانی انجام داد تا بفهمد چرا خون افراد با هم سازگار نیست و چگونه می‌توان انتقال خون را ایمن کرد. او کشف کرد که خون انسان‌ها در 4 گروه A، B، AB و O قرار دارد. این کشف به پزشکان اجازه داد قبل از انتقال خون گروه خونی بیمار و دهنده را بررسی کنند و از ناسازگاری جلوگیری کنند. کشف لندشتاینر پایه‌ای برای درک واکنش ایمنی بدن نسبت به سلول‌های بیگانه شد و مسیر تحقیقات ایمونولوژی مدرن را هموار کرد. در سال 1930 او به خاطر این کشف انقلابی جایزه نوبل را دریافت کرد. امروزه انتقال خون امن و بسیاری از درمان‌های ایمونولوژی مدیون تلاش‌های اوست. برای دیدن کلیپ‌های بیشتر از دانشمندان بزرگ و کشف‌های شگفت‌انگیز ایمونولوژی، چنل را سابسکرایب کنید.